جون فرزند ما را بخرین. الله دستگیر قیامتون گردان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان. الله برکتون چه دوستان. از نظام ویدیو فهمیده که در ما کمک در کنه. اولش از پروردگار طلب داریم، بعد از شما. 4 ماه پیش همین برادر از شهر کلوب با ما اول با خدا بعد با ما مراجعت کرده بود. بچهش یعنی که کسل رگ بود، خون درمو رگ کروفش میگفتن 8 میلیون در کار شد. خلاصه که ما ویدیو کردیم، خداوند خدا شما سبب شده جمع و جمع 2 میلیون چند سوم شیم حساب شما مهاجر رو جمع شد. با آیفون و ایسوس جمع گیر کردن. خلاصه که 8 میلیون آمد هست در همین برادر ما 3 میلیون 300 3 میلیون دیگه در کاره. برای 1 میلیون دیگه جز جمع گیر کردن ای طرف و طرف از فوندورم. چی گفتن برادر؟ با خاطر خدا تا آخر ویدیو را گوش کنی، بعد خیر میکنی، دشنام میکنی، یگان گپی خوب مینویسی، ویدیو را پهن میکنی در گروپ، هر چی میکنی با قیامت خدمت میکنی. برای چی که الله میگه یک بتید من 100 میتیم. با اون خاطر این مردک همراه اویلش همراه بچهش خیلی از زورش اومده روی اکرام برمده. منم مراجعت کردم یک چند روز پیش، منم با خاطر خدا حرکت کردم، وقتی گفتم پیش اومدم که همینجا چیکار کنم ویدیو را بکنم. برادر جونم کتا کتا گپ زن، چند سوم در کار بود، چند روز در بالینسا خوب کرده، چیکار کرده که از شما رو با از بالینسا یک قولی درستش بگیم ای بیسومی سرچ کنم مدید همینجا گپ زنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خواهران پاک، خداوند برکتون تا، خداوند دستگیر قیامتون کنه، خیر کردگیتون. الله بزرگ شکرانه الله که اینم فرزند ما در چی حالت بده. شکر خدا آزی بچه جانی ما این خودش میره و میاد. شکر خدا همه ما تواباتمون کردیم. اما در قریب 8 میلیون در کار بود ویدیو که بودیم که ما قریب که همشه الحمدلله تواباتمون کردیم. خیمیاتراپی همه چیزامون گرفتیم. آخران امی لیکوز نمی لیکوز چی ترانسپلانتاسیا کوس نیموس مودا در کارای برو میخونده کوس نیموس مودا در کارای کاروچ دیگه الحمدلله سوم نداشتیم. همون همین ویدیومون در سایت موندگی ممکن خیلی دیده باشین. ما را جواب من دادن که مقصد وقتی سوم بیارن دلشلی چنیتون بکنیم. خداوند دستگیر خدمتتون بگردانه و خیر کردگیتون. برادران یک بار دیگر یک دستگیری ممکن از برای خدا فرزند ما را جانش بخریم. خداوند خیر شکری الله که بعد دستگیری شما بعد دستگیری یاردمای شما این ما به این جا رسیدیم. شکر خدا. اگر اگه خطا گفتم کارتا کیه؟ کارتا خدمت کرد. برادر عزیز در اکران خیلی دیده شده. این همین هم صورت میگیرم بعد در اکران میمونم. در همینجا 4 میلیون 350 هزار که باید بگیرم برام که در بانیسا چیکار کنه همیار راه بتیان. خواهش میکنم برادر چه که من صورت ها و هم دوره مقصد وزمینی بوده که در این برای ویدیو مونده شدم تا شما ببینید. باز خیلی خوب. چی نام داری بچه جان؟ یعنی که انصاری های ماشاءالله اینجاش همه شکاف کردگی زدگی کلونکا نخبش که ما اگر از بگیریم لیچ کنیم یوتیوب میزنه جلب میکنه کدمت که بتونی بعد در تلگرام بدروی ببینید. برادر عزیز خواهش میکنم از شما 3 میلیون در کار به خاطر خدا. یا در همین آیفون سیتی کمک نمیدونم ما از آیفون سیتی سوارش بود تاکسی واسکریسنسکی در پاسیولکا واسکریسنسکی بیای از پیش خدمت سوم نداره یک دیرتیشون کنی یا ببینی برادرایی که مقصد در بازارای فود سیتی ساداوا در یوژنی وراتا مقصد در لوبلینا هست التیموس میدونم برادرها بیزنس اندو بسیار الله آیا قبیسو بوده مال خودتون است. التیموس یک گای ده پارتوی خدمت که اگر مقصد یگور سومی کلانتا دادن شاگردو تلوی کنی بیان حجتاشون همش در دست من هستن. چک و فکت دلیل همش در جوش. یعنی ببینی این برادر بعضی چیکار کردن در کار با اپیراسش کردن در کار که انشالله خیلی خوب کشیده. ما پروردگار داریم. اگر ما مردمی غریب سرجم نشویم اگر همدیگر یاردم نکنیم ما متاسفانه یگان کس بجز الله شما نداریم. شخصیت در تاجیکستان ما در تاج و دوشنبه سیتی هم که میمونه دوشنبه سیتی هم دوشنبه هم میتونه 5 ماه 10 ماه پارتوی برادرو. الله شاید که هر سه به خاطر خدا به خاطر کودکانگی از جانب الله برمیگردن. مادر جان یگان سخن شما بگی گپ زنی اگه نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رحمت برادرها برای دستگیریتون بچه که من شبرانه خدا با فوق خسته خیلی دستگیری گک نیدی امین پریست که شکنیم انشالله که در حق همه شما ما دعا گوییم خداوند ای همه شما راضی باشه. برادرها آدم خیلی زود میبینه برو اکرام میبره. همین من خواهر دارم، اویله دارم، شما که مرا نگه داره همچنین خواهر و اویله داره. همین در خدت همین حالت هست که پروردگار درد هیچ کس نبینم. همین حالت هست که همین زنک این همسری است، ناموسی برادر است، مقصد جا پسزنی نیست. خیلی از او آورده که اویله شب آورده شتیان هم یعنی که از به خاطر فرزند مردم جون میتیان. توگری برمدن از ما و شما زوره دارن، التماس دارن که برادرها یک سومپر توی نخو شما یا اشکی همین گودک یا اشکی همین مادر نبینه. الله شاید هممو الحمدلله سستایت علم ای پروردگار ای قبیسیو توبتیا یا خیلی ما ای داشتن زیاد ما همسایه‌ها مانداش چیکو کردیم حج روی کردیم. الله خیرتون قبول کنه. یک روز آش میریم بعضی محل دوامو آشخونه میشنیم یکم دیم یعنی چی میگه ویبر میکنیم روز بعد نانی خوردن نداریم. امروز که داریم فکری آدمایی که اینجا هم یارم برای ساعت خودش داشتن یعنی همه چیزا فروختن زدن در همین بیماری. بعد پیش خدا ما مراجعت کردم، ما پیش ما مراجعت کردیم الحمدلله 3 میلیون بود چند قجم بشید. خلاصه از همه 8 میلیون از 4 میلیون و 350 هزار دیگه باید ما بسپاریم. نما صورت دورم در اینجا میمونم در مراز که بالیسا بود. یعنی خیلی بسیار هم بچه‌ها نه که بعضش دوران خشت آورد با اون خاطر التماس خواهش ویدیو را پاک کنه. بلاگرها که میبینه التماس کسی در یوتیوب ثواب شسته کنه خدمه در اینستاگرام همیا بگیره در استوریس تومونه. والله بالله تعالی سایت ها اثری من هم میمونه اثری شما هم فقط کار خیر میمونه. بیزنس ها تو بردم بگیره کارو تو کردم بگیره اما همین طریق حالتای میبینه یک بیماره التماس داور شو باشه میتونه. اکا از برادرای صاحبکاری که در فوتسیتی هستند در تاجیکستان هستند کدامی هستن از برای خدا 50 درهم یک سامانی جان فرزندی مرا بخرین الله دستگیر قیامت هم گردونه. انشالله ما که باوری دارم در چی سستایانی به بچه ما شکر خدا بر دستگیری شما الله بزرگ بایی الله مایی سستایانی بچه ما شکر خدا خداوند برکت هم بتا. اکا جانو برادرایی که صاحبکار هستن خداوند خیرتون قبول گردونه و یک دستگیری دیگه کنیم همین فرزندی مرا جانش بخرین آخران توبت شد. انشالله ما همین اومدیم همین اخیرون شانسی است که انشالله اگر همین سون باشه پروردگار خودش شفا در چای باید همین گودک چکار جابجا شوه دون رایما میشیدن ای خودت میگیری دوای میگیرن تو از پدر میگیرن دوای پریسات که میکنن همه برادر چی میگن نوشه کاس نماز میشوه. برادر عزیز کارتا خچونای رقمای خچونای به خاطر خدا زنگ بزنی بیای ببینی شاگرداتون رو کنی کسی میخوای مقصد رقماشو هستن صحبت کنی. اما هستن در این بین مشینیکایی که حق یتیم حق معیوبا رو میخرن از خدا بترسه روز شما جواب میدی. به همون خاطر رحمت خدا مردمی سربلندی تاجیکستان تمام شخصای خیرکن الله برکت میده. خدا نگهدار. این بیچاره کودک آورده مجبورم به خفگی میشه. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت برای دستگیر تو ویدیو رو پاک کنید. سلام علیکم.